توجیکونتیجه تقدیم میکند. زودتر ایستا زودتر کودک کسل چی شد فوزی؟ کودک کسل نمیتونم کار دارم من ایستا کار داری رو تمام رو اکا ایستا کودک کسل نمیتونم رفتم کار داری رو گوش کن کودک کسل وقت نیست کار دارم کار رو تمام رو کودک کسل рав бо чашмонат бубину бо гӯшоят шунав. чиро дидан чиро пурсидан лозим аз ту ёд гирам юсуф. нағз абдиро халос кунад гуфта бо қароҷониҳо чӣ хел ҳамкорӣ карданашро элиф ба ту нақл мекунад. рафтем оча як шарт дорам. تو از جراحی برآمدنی خاله‌ام قدمم را به یگان جا نمیگذارم. این را دانید. اوه جیما چرا به بیمارخانه آمدنم را خواستی؟ ینگم را به خبرگیری آمدم. بین چی ها را دیدم چی ها را. الیف این را چی خیل به من روا دیدی؟ حالا آنکه درباره تو چی فکرهایی داشتم چی آرزوهایی داشتم چقدر ابله بودم من کودک بر این فریبم کردی. این فوزیداکت دستم رو میکنی کودک کسل میمیرش. خاله جون الیف بهتر شدی دخترم. من خوبم خاله جون. مرا فکر نکنید باز هم خوبتر میشوید. همین جراحی خوب گذرد. نصیب فکر نکنید خاله همش نقض میشود. خدا خواهد نقض میشود. انشالله دخترم انشالله. ببخشید مرا اپا. هنوز که در دکترم خودم رو یک تشخیص کنم گفتم. در بازگشت که حجره رو خالی دیدم ترسیدم. تو جراحی رو نه یا بعد از اون رو فکر کنم. نه گفتگی هم رو فراموش نکن. یک دیگر رو تنها نگذارید. خاطر نشوید اپا. بعد از آن کهیه ما رو به خلیل آقا فروخت. دوست کسل که شدم خلیل آقا ما رو به کهیه برگردون. کهیه باشد در کنار راه پرتافته رفت.
دوست همش دوست اگر همین نکل نمیافت مرا در کنار راه مرده میرفتم والله. کودک سیاه شد. کودک سیاه شد. را من برایت یگون چیزی خوردنی بیارم؟ التماس در اینجا بودن رو هیچ کس نفهمد. از همه بیشتر از خلیل آقا سخت ترسیدم. اگر فهمد که کهیا مرا سر داده است در یگان جا میگویم گفتم میکشد مرا والله. پروا نکن، به هیچ کس نمیگویم. را داو تست داو تست داو تست داو نه نغز نشوی آچه جون بچم چه خیال هستی بچم؟ بسیار یاد کردم آچه. آمدم که شما رو برم. جانی من بچم. ساکینه دخترم، وقتی آمدنت کسی تو رو ندید میخیلنی؟ با دقت باش ساکینه. اومه رو به اینجا آوردنت رو فهمند سری تو هم با بلا گرفتار میشود. او کرد این رو؟ نه اپاوای به دقتی آخرچانیک رو چپا کردم. هم به اینجا آمدنم رو نیز نمیدونند. سر بر وقت بر آمدند از ده. کی؟ هزال مادر و خلیلکه. یوسف هم رفته بود. خدا کند و در راه وا نخورند. بچه هزال با آسانی از ده نمی براید، اما بخیر است انشالله. کنی درون دروین یگون کس دیده نموند. بیوید. من پای ارزالت رو کشم بچم. خدا جان، این روزها رو هم میدیدم. پسر خودم رو در پنهانی با آغوش میگیرم. بیا گذر. آیسته. زنی اکرم در اینجا چیکار میکند رئیس؟ امینه زنی هیچ کس نیست خلیل، وای تنهاست. چی گفتن میخواهی؟ من چیزی نگفتم به خدا. شکریه گفت، وصیت کرد یکدیگر را تنها نگذارید گفت. خیر تو چی فکر میکنی؟ حالا وقتش نیست، اما شما هم مناسب دانید اگر خیر بعد این 30 سال تنها پیر شدن نیستم آخر. خیر او هم تنهاست، او را حمایه میکردگی آدم هم در کار آخر. برای در ده بودنش شکر نمیکند که باز به تو دوم ملی کند. این خیل نگو خلیل، امینه دختری نغز است. فکر نکن که از غم اکرم. رئیس چی گفتنت رو گوشهایت میشنود؟ شوهری وای شوهری مرا کشته بود. او هم مرده رفت آخر. اکرم شما را هم مرا نیز دوست نمی داشت. ازال خانم به همین کار اجازه دهید. خلیل من به ده بر میکردم. چشمت رو از الیف دور نکن. مایلش آچه. علی جنگیز تو باشی بیا مرا به ماشین شنا. خوب شده است. کی می آیند معلوم نیست مریم اپا. چشم مرا دوست نمیداره. این چه خیل گپ عمر؟ تو جانی من هستی. این خیل باشد چرا در خانه همراهی من نیستید؟
اپا اجازه دید رویم. همین که فرصت شد باز اون رو نزدان میارم. اگر فهمیدم مونند. چی شد اپا؟ عمر خست. وای خدای، این از کجا افتید مریم؟ خدا جان. آجا ای بچه بخل. بچه کنی عمر رفتیم. بچه جانم، یک توی بیبیش جانم. نغز مونید. بچم خدا جان تو با کسی این خیل غم رو نده. آمین. بیا دخترم بیا. فوکش نغزک خم نشده زینهار نگیر. آمده به پایمون افتد که هر کس فهمیده گیرد. قرجانی ها آدم را به مزار میبرند، زنش را باشد گرفته به خواستگیشون میدهند گوی. فهمیدی می؟ آها. کنی حاضر رو به نزد زنه کنی؟ مایلش. آمده ایستادم زنک جان. گویا که از نهت رو نمیدونی. چند وقت هست که عذابم میدهد. میگریزم، رد میکنم، اما باز هم راهش رو یافته میبراید از پیشم. با خالم کارو پزندهید بریم بود. تو را حال و حرارتت پس نشده از خیالم. چی گفتن میخواهی؟ خودت به خالم نگفته بودی که بی‌پروا باشید. چی کار میکردم؟ آدمی به جراحی در اومده رو زیق میکردم. چی یعنی؟ خالم از پشی از نام به تو چشم معلوم میکرد؟ بیچاره چی کار کند؟ اگر با او چیزی شود، شوهر و پسرش چی کار میکنند گفته غم میخورد. با خالم چیزی نشود امینه. خالم صحت شود. الیف زیق نشو. قریب بود که بعد از رفتن اگر وقتی در آک شدنم از دست نمیافتادم را برو تو رو انیق با پا میخزندن. خور شفا ماشاءالله دکتر خب دکتر خس با پشتم دستت رو ده. رفتیم استاد فاضلکه میغلطانی. تشکر که این کار رو خپودم حل کردید. اگر مادرم میفهمید گویا که بار دیگر دادرم مرده است. جناب یوسف، بعضی حجت‌ها رو امضا کردنتون لازم. تقدیر را بینید سید بابا. با جنازه اش آمده نتوانستم. حاضر باشد در این نصف شب گویا از مزارش میگریزم. آن در قبر خوابیدگی تنها یک بدن است یوسف. بدن واسطه است که روح ما را از این دنیای فانی به دنیای ابدی میبرد. عالم حقیقی انا همان عالم است که ما در آن سفری به آخر میکنیم، مسافت طی میکنیم. آن واسطه را چه خیلی استفاده بریم در عالم حیات حقیقی همان گونه شکل میگیرد.
البته روح با بدن علاقه دارد، اما روح انسان را دزدیده نمیتوانی یوسف. در دنیای فانی انسانیتشان را با فروش می برآوردگی ها و اجاره دیگران می دادگی ها می شوند البته، اما مراد اصلش را با کسی نفروخت. هر قدری که توانست لایقانه زندگی کرد، آرامیش را خلل نده بچه. تو در این دنیا بودگی حقیقت را برای برآمدنش بار دیگر وظیفه دار شده. شاید که حالا در برابر آنی که با بدنت علاقه دار هستی که میداند در کدام عالم ها پرواز میکنی. میدونم مشکل است، غمتون رو باید آوردن نمیخواستیم، اما اصول این خیلی است. خطاگی در اصول کردن سرجنت هیچ به آخر نمیرسند. جسد مراد را هم چاک نکرده کاغذ دفنش را امضا کرده است. نتیجه تشخیص رو کی گرفته میتوانیم؟ امروز یا فردا میآید و گوش کنید یوسف معلم، شب مزار را کشودن هم گفته بودم. از تشخیص حتما یگان دلیل لازمی میبراید. یا گناهکار بودن عبدالقرجان معلوم میشود گفته، امیدوار نشدنتان به فکرم بهتر میشود. الیف، امینه خوب هستی؟ بعد از مرگ اکرم این یگانه روزی است که من خود را خوب حس میکنم. الیف من حامله دارم. چی؟ حامله داری؟ خلیل چی شد؟ خس کنی با پشت من سوار شو. رفته اکا کودک بیمار شده است، بیمارخانه بردن ما لازم. فضل اکا آیسته آیسته بیا. هایکن تست عشق فرزند به دیگر چیز مانند است مگر؟ از جانت جان، از خونت خون میدهی، از چشمت حمایه میکنی. میآید گفته چشمت بر راهش پزمان میماند، اما روزی میآید که او دیگر نمیآید. امر خدا است. البته هممون مرگ رو میچشیم، اما به نوبت و بی نوبت یک خیل می شود. هیچ به بالایش سببگاری این یک راهزن صفتی باشد. آنقدر آسان است راضی شدن. زیر خاک خوابیدن فرزندت را دانسته زیستن آسان است مگر؟ دخترم
қумандон ба душам гирифтагӣ бар ин мешавам, аммо модарам мазору кушода болояшро аз нав ба хок пӯшиданамро мефаҳмад гуфта худдорӣ мекунам. натиҷаи ташхис барояд. ҳеҷ хавотир нашавед. пештар ки чунин воқеаро аз сар гузаронда будем, барои шуморо ранҷур накардан эҳтиёткорона рафтор мекунем. амина? амина, чаро ту гирья мекунӣ? ба ту чӣ? шукрия васият кард ки якдигарро танҳо нагузоред. ту амонати ба ман аст, Шукрия. раис, барои Шукрия гиристӣ, а? эх худо, имрӯз ба роҳат гашта наметавонам. агар ман ҳангоми аз лаборатория баромадан бо Юсуф бархӯрдам. Юсуф инҷо омада буд? Юсуф маро дидан омадааст? бо чӣ ният омада буд намедонам, аммо барои Абдиро халос кардан бо қараҷониҳо гап заданатро дидааст. рост аст, Элиф? чӣ рост аст? барои Абдиро халос кардан бо қараҷониҳо маслиҳат кардӣ? ҳа кардам, аммо Абдиро не, холаамро халос кунам гуфта кардам. ба язна аммонӣ барои ҷарроҳӣ дасташро ҳам намеҷунбонад. бин аз ҳозир ба ту чашм духтааст. қараҷониҳо омада холаамро ҷарроҳӣ мекунанд гуфта. бар ивазаш чӣ хостанд? гуноҳаш ба гардани ман нест, Амина. ҳаёти як инсонро ба тарозу мондагиҳоро гуноҳаш аст. Абдиро аз ҳабс озод мекунӣ ҳамин хел? ҳоло ба ғайр аз сиҳату саломат аз ҷарроҳӣ баромадани холам дигар ҳеҷ чизро фикр намекунам. на Юсуфро, на дигар чизро. кай ҳаракат мекунем? пешакӣ гуфта наметавонам, бародар. савол ки додӣ ҷавобашро интизор шав. ин чӣ маъно дорад? вай рӯз ҷанҷол кардӣ ку? ҳамон намегӯям. хафа нашав, бародар. имрӯзҳо каме асабониям. худованд нигаҳбонат бошад. Haykun, як тараф истед, як тараф истед, як тараф истед. Haykun, як тараф истед. Haykun, тезтар. Haykun. Сокина, Сокина. ба кадом гӯр дар омадӣ? тез биё ба инҷо. Сокина! кани зудтар. Умар дар куҷоӣ? чаро ҷавоб намедиҳед? хуш омадед ҳазал модар. чаро ҷавоб намедиҳӣ? омоданатонро нашунидам. омадам, ҳа? гӯш кун. вақти набуданам ягон номаъқулӣ кардӣ? чаро ту забзард шудаӣ? не ҳазал модар, чӣ кор ҳам? хапшин. умар, кани гӯй, вақти набуданам чӣ кор кардӣ? Сокина апам ба ман афсона хонд. баъд расм кашидем. баъд боша ҷомашӯӣ кардам. наханд. ба ман нигар, Сокина. ин кӯдакро ба назди модараш бурданатро фаҳмам. ман акнун равам, Элиф. рост мегӯӣ, Амина. бо ин ҳолат то ҳам бехобӣ кашидӣ. тамоми шаб дар ин беморхона будӣ. масъала ин нест. барои гирифтани либосҳои Акрам не. метарсам ки аз ин гуна рафтори раис аз рӯи ҷиноят медароям ба ҳабсхона. росте боз ба ҳабсхона рафтанат лозим аст.
аз гирифтани он чизҳо метарсидам, аммо акнун сабаб ҳаст. то калон шудани писараму барои ба ӯ додан нигоҳ медорам онҳоро. кани биё, ман туро гусел кунам, ҳама ҳавои тоза мегирам. ба ҳоҷатхонаам ҳамроҳи мо меравӣ? рафтем амина. роҳгар рав. ба ту чӣ шуд духтарам? фикр мекунам умаро дигар ҳеҷ намебинам. ин хел мешавад магар? бачаю оча обу ҷӯй барӣ, сари роҳаш гирӣ сам ка ҳаммони шуста мебарад. як рӯз албатта ҷӯяшро меёба. юсуфамро бин, солҳо гузашт ҳам, монеаш шуд ҳам, ба оғӯши модараш баргашт. бо чӣ ниятҳо баргаштам ба ин ҷо, аммо тақдирро бин. дар тақдир ин қадар ғамро кашидан ҳам будааст, аммо боз ҳам шукр ки дар ғарибӣ нестам. дар ғарибӣ хабарҳои талху ширин чунон ба инсон таъсир мекунад. чандин сол пеш хурдакак будам, ба ҷанозаи падарам омада натавонистам, кушт маро. гир бачам. падарам ҳам ҳамин хел рӯй молчаи калон дошт. ташаккур. бояд боқувват бошӣ амина. ба кӯдаки нав таваллудшаванда бояд ҳам падар бошиву ҳам модар. рост мегӯӣ. ба фарзандам бояд ҳам падару ҳам модар бошанд. элиф, язнат дум бар ин часпидааст. амина метарсад ки ба зидди абдӣ рафта баёнот медиҳам. хайр ту чӣ кор мекунӣ? ҳоло ҳам нагуфтӣ? албатта ҳақиқатро мегӯям. элиф, инҳо туро баъд аз беморхона ҳам ором намегузоранд. биё рав. ман али ҷингизро ба гап мегирам. ту аз байни хайб зан. намедонам ки ту ӯро ба гап гирифта метавонӣ. ту инашро ба ман гузор. рав. маблағашро диртар миспорам айлаш. амина, ягон либоси дар назди дар мондаатро маъқул накардам раис. ҳеҷ гап не амина, аз ин беҳтарашро мегирам. сурх бошад. ранги сурхро дӯст медорам. чӣ гуна сурх мехоҳӣ? хун монандашро. чаро? вақте ки туро мекушам хуни ба болоям паридагӣ доғ намонад гуфта. оқибат ин духтар маро мекушад. эх элиф, медонистам ин хел кор карданатро сӯзондӣ. куштӣ элиф, куштӣ. элиф апа? явус? чӣ шуд ин хел явус? дар хоҷагӣ кор карда касал шудааст. каме дер мемондем ӯ ҳам аз пушти қариҷониҳо мемурд. акаам барид. медонам явус, медонам, парво накун. майлаш, гуфтанӣ меравам. бин ҳам медонам. аммо биё аввал ин бечораро бубарем. рафтем. рафтем. парво накун. рафтем.
برادر به چی خدمت کنم؟ چی شد از بابای کودک؟ بیچاره بسیار بیحال می نمود. کودک مایده رو در چنین کارهای وزنین استفاده که بردی همین خیل می شود. چه خیل کار بوده است؟ در شلپینت بسیار کودک ها رو در خواجگی پنهانی کار می فرمودند. نه؟ چاره چنین ظالمان رو زودتر دیدنمان لازم. اون جاها رو میدانه؟ آخر من این جایها رو از کجا میدانم؟ مهمان هستم من. آمدم میروم. خیر مایلش برای کار. آمد باش. و علیکم السلام. رفتگی ها بر نمیگردن؟ چی شده باشد در آن بیمارخانه؟ کسی به من چیزی نمیگوید. جمو چی خود به خود گپ زده ایستاده ای؟ هیچ چیز آخر. حالا باز خلاص خورده. یوسف بس نبود با دادری پکنش راه همان را بریده گذشت. یعنی یک گلو، یک کودک، یک دختر یک شده به سرمان بلا میارن. همین خیل با خدا من هم نفهمیدم چه خیل با الیف خوردنشان. چنگیز گویا الیف را از چشم دور نکنم گفته رفته بودی همین خیل نی؟ اما باز رئیس کرده دی حرابت و امانت کردیم. اما فکرت در امینه، ابله زنه در جراحی خانه، وقتی در بیمارخانه بودنی مریم. من به ده همی روم. خواجگی را دیدن لازم. تو اگر الیف را یگان نامعقولی نکرده یافته نتوانی، برای رئیسی کردن یگان دههی دیگر را بجوی. انا همین خیل. کانی گپ زن عبدی قرا جون. قماندان یک از اویدی مروده که در شلپینر کشته شده بود بیاناتدهی آمده است. دیگر یگان بار الیف به این خانه پایش را نمیگذارد. فهمیدید؟ تو هم سر کردی قراجانی ها برای خط و سرحد کشیدن را. از پشتی ما با قراجانی ها همکاری میکند میگویم. نمیفهمید؟ ایست یوسف. شاید نادرست فهمیده باشی. کاش که فاطمه اپا، کاش که فهمیدگیم خطا باشد فاطمه اپا. من روم عایشه خاله. برای شام خوراک پختن لازم است. بیاناتش رو گرفتیم. اگر موافق شمارید امروز به جای حادثه روان میشویم. اطاعت. بله همش تیار. هم خبری در خواجگی پنهان کار فرمودن کودک‌ها رو هم دیده میبریم. دستانش رو بندید. قماندان کجا میریم؟ به محبسخانه؟ چی سراسی مگی؟ اول بعد رویم کنی؟ با مراد در کجا جنگ کردی؟ او رو از کجا تله دادی؟ نشان ده بینیم چی؟ قماندان بعدی رفتنمان شرط است. یکون کس بینه چی؟ این را پیش از تله دادنت فکر میکردی؟ آخر گفتن کو من تله نمیدادم او مرا تله میکرد. گفته گیت بر این نویسیم بیانات را. حاضر وقتی گپ نیست. کنی را گر گفتم. ساکینه لبه ازل مادر. وی آوازی چی بود؟ وی بعد از قهوه رو تیار کردن به جای آنکه تگش رو خاموش کنم نفهمیده آتش تگی دیگ رو بلند کردم. قپیدی که دستت سخت و دیگ رو افتاندی همین خیل؟ بله ازل مادر. از آمدگی هم یک خوراک رو تیار کرده نتوانستی. قهوه خوراکی تیار کرده یگان مزه می داشت اقلا.
چه ایستاده ای؟ بردار آنها را. بیگاه به تو خوراک نیست. یا خوراکی به زمین ریخته را میخوری یا گرسنه میشینی. حالا هم این زنک را نبردند. خلیل در کجا ماند؟ خطا در من است. سحر از دستش گرفته میبردم میشد. قماندان دیر میآیند مگر؟ یک مسئله مهم است گفتم. در روز میکشد به هر حال. من بیانو نویسه زود به بیمارخانه برگشتنم لازم. خالم در جراحی است. اپا خدا شفا دهد. اما باور کن از دستم چیزی نمیآید. تنها سردارها بیانات رو قبول کرده میتوانند. از آنها باشد کسی نیست. چی باشد؟ از کی باشد این؟ زودتر زودتر. پینگ میگفتگی را میکشم دانستمانید. همتون پنهان شوید تا جیغ نزنیم نبرایید. خالم برآمده باشد از جراحی. فاضل و یوز رو تنها گذاشتم. عجبا احوالی اون بیچاره چی شده باشد؟ شفا میابی، شفا میابی. رست 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 شفا میابی. رست رست شفا میابی. رست 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 رست. نزدیکان بیمار شما هستید؟ هر دیمان کنی بچم اینها را به بالو بر. اوچه یوز در کجاست؟ در اطراف نمیتابد؟ ندانم بچم. سحر کی رفت دیگر بر نگشته است. بعد از مراد به یوز چیزی شده است. آسان است بچم. او را حالش از همه‌مان بدتر. تو نبودی. او خرد بود وقتی پدرتون مرد. یک مراد پشتیبانش بود. یوسف 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 این رو خون چی نوشته شده است؟ آه دخترم. این پول برای تو و پسرم است. از من خواطر نشو. چند وقت به خانه نمی آیم. قراجانی ها جان عبدی رو خلاص کنیم گفته باز کیم چه خیل سیاهکاری را کردنیند. کنی اپا بیاید وقتی گریه کنی نیست. پسرم با دقت باشید. به من نگرید. بلایی به سرمان نمی آمدگی نیست. یگان به عقلی برآمده به ژاندارم کودکان را کار میفاید گفته خبر میدهد. نتیجه معلوم. انا در این جایم. به ما چیزی نمی شود. رود که ژاندارم آید و درباره کودکان چیزی پرسد. اگر شما
یگان اشاره کنید. ҳамаи коратонро ҳамин хел мебаред шумо? бо тарсондан, бо одамхарӣ боз чӣ қадар давом медиҳад ин корҳои шумо? моли фурӯхта шаванда ҳар чӣ қадар бисёр бошад, харидор ҳам пайдо мешавад. шунидед? جمع کنید پولها را. گیرید آخر. جمع کردگی هایتان از شماست. با شوهرم باز کدام کاری چیرکینت را فرموده گپ زن میگویم گپ زن. بس کنی. ای چی کار میکنی تو؟ تو چی کار میکنی؟ میکشمت خلیل. بله تو میکشم تو را. من تو را میکشم خلیل. آن روز دور نیست. میکشمت خلیل. تو نامردی. دست بزن میبرداری ها. تو با من دست میبرداری. من به بیمارخانه برگشتنم لازم. به قماندان بگویید که کمی دیرتر برای نوشتن بیانات می آیم. مایلش. یوسف میکشم تو را یوسف. میکشم. آقا ژاندارما میاد. آقا ژاندارما میاد. سر دهید. یوسف با این حسن به سر نشد. زودتر. یعنی که ما رو انتظار نشده بین خودتون حل کردن خواستید همین خیل؟ البته قماندان. با جای کارم هجوم کردگی را با چای قهوه پیشواز نمیگرفتگیستم. چای قهوه رو نمیدونم، اما در خصوص کودکایی که برای نان قاق کار میکنند گپ زدن میتوانم. کی بر عوض چی کار کردنشان نمیدانم. این کارها را استاد کلان میداند. از او پرسید. استاد کلانی گفتگیت همون سلیمانی که در ماشین شتگی است؟ بله او خودش. این خیل باشد. از او هم درباره کودکان میپرسیم. حالا اول مسئله مرگ مراد رو با اخیر رسانیم کنی؟ قماندان در جنگل همه کودک ها رو در جنگل پنهان کردن. چی ها میگوی تو بچه؟ همه کودک ها رو از پیشه بیاره. قماندان بیاید این طرف. بیاید اکر از قفای من. نزدیک نشو. شخص گناهگار رو گریزاندن شوی میپرونم. گریزاندن؟ از این پس رویش رو دیدن نمیخواهم. یاسنه به خودم یگان چیز شون مگر؟ هنوز نشد، اما کاش که میشد. مادامی که تو شرط را قبول نکردی کاش که میمرد. دختر آماس را گرفته، اما از سبب اسیب‌های در معاینه سرش بوده بیمار از این پس گشته نمیتواند. این شب را در حجره بیماران وزمین میگذراند. در اینجا ایستادنتان لازم نیست. معلومات‌های مفصل را پگاه گرفته میتوانید. خدا شفا دهد. خدا گشته نمیتواند. کنی راهگر بده هم میرویم. اینقدر عذاب دادی خالت را، از این پس اکنون در پشتت میگردانی. رو
بچه رو یافتم قماندون. کنی بچه اینجا بیاید. کنی اینجا بیاید. راست کنی حسابی اینها را هم از تو میپرسم. همه چیز رو از من میبینی، اما کودک ها رو من خبر ندادم. دادرت یوز خبر داده است. زینهار به آیلم دست دراز نکن که میسوزی. به این اپرم نیز دخل دارد. تو چی ها میگویی؟ چیزی که شنیدی. شما گپ میزنیم. خلیل بای، کودک ها از کیم کدام کایه گپ میزنن؟ کی هست این کایه؟ ندانم قماندان، نمیشناسم. اگر داند سلیمان میداند. حالا صبر کن. چی؟ الیف گریخت؟ بیهوده اینقدر پول جراحی دادیم. تو آن وقت در کجا بودی؟ اوچه دوغ نزده گوش کنید، همه چیز را میفهمید. دیگر الیف را چی گفتنش هیچ اهمیتی ندارد. میگویم با شما سلیمان با دوشش گرفت مسئله را. کمی بعد به محبسخانه میروم. ژاندارم درباره کودکای خواجگی بیاناتم را گرفتن میخواهد. عبدی را هم گرفته برمیگردم. چشمم یک بار باشدم از عهده یک کار برآمدنت را بیند. کنی رو عبدی را گرفته بیار. هوا تاریک نشده برمیگردم. در کجا باشد این کودک؟ هیچ این خیل نمی کرد. حالا یوز بیاید گوشش را کشیده گفتنی ها دارم. اول صحت و سلامت بیاید یوسف. اپا شما رو زیق کردن نمیخواهم، اما خلیل آمدن ژاندارم ها را از یوز میبیند. گویا کودک ها رو کار میفرماند. گفته یوز ژاندارم ها رو خبردار کرده است. امروز روی راست به من تهدید کرد. او به این قادر نیست یوسف. او به کودک مایده قصد نمی کند. اگر کرده باشد خودم حسابش رو مییابم. مریم دخترم ایست. اپا ایست. مریم ایست. مریم. یوز در کجا بودی تو؟ تا امروز من او را باری هم نزده بودم. تا امروز من او را نزده بودم. ببخش. بیا. من پگاه رفته به یوسفکم میفهمونم. میگویم که خطا فهمیده است. بفاید است جمو. او مرا در بین آیله قرجانی ها دیده گمانی بد برد. و خودت کمتر پیش گفته بودی که اون وقت مجبور بودم همه گپشون رو قبول کنم. حزل خانم به عوض حیاتی خولم آینده عبدی رو که من چی گفتنم رو ندانستم. انا همون وقت تو پیش چشمم اومدی. اپا جانی من، چی دنیای سیاه نه با یادم آمد. باز من گفته بودم به بیمارخانه رفته از مادرم خبر بیار. نه پگاه انیق گپ میزنم با یوسف کم. لازم نیست جمو. پگاه رفته به پلیس بیانات میدهم. به یوسف یگان فایدهش میرسیدگیست. کاش که امروز وقتی رفتنم قماندان در آنجا می بود. اکنون پگاه هستی از نم چخیل خلاص می شوم. جیمو داده هم باشد سخت خوب رفته است. امینه رو در خوبش می دیدگیست. به این هم فقط چشمش به او. کی را؟ آفرین به تو پسرم، کاری خیری کردی و یک خبر می دادی. تو این دم قریب دیوانه شدی.
چیکار میکردم اوچه؟ از ماشین آخر هم دیر موندم. مجبور شدم که پیاده آیم. اینقدر راه را چه خیلی طی کردی در این ساعت؟ در بیمارخانه کی به شما یاری داد؟ در درآمد الیف اپم رو بخوردم که ما رو خواباندیم. بعد از آن زود بر اومدن. با پلیس باید میرفتم. با پلیس؟ بله با پلیس برای بیانات نویسی. اما میترسی که قرجانی ها و رئیس دستگیرش نکنن. خیر تو اومدی و کی مون در نزدیک کودک؟ فاضلکه. کودک زیاد میشود. کودک زیاد میشود. زینب 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 کسل زینب کسل زینب زینب کودک نقل می شود. کودک نقل می شود. شر بچه من کنی؟ آفرین آفرین. صبح بخیر عبدی. صبح بخیر اکا. کنی مگیر؟ پای من سیاد می شده باشد. من هم از مثل کودکانم دویده بازی کردن می توانسته باشم. کنی گیر بازی کن. این چی خوابیدن است؟ از آمدگیت باز خواب رفته ایستاده ای؟ دیگر نمیباریم گفته در چشمانم خواب نبوده که. وقتی مرا سر داده بودن نغزکه خواب رفته بودی. تو در نزدم بودی که از این سبب. بله عبدی، ما برادریم. همیشه در نزد یکدیگرمون میشویم. ببخشید اکا. یعنی وای چه خیلی گویم الیف در نزدم نبود. خودم رو ناراحت در این خصوص هم طرفداری تو بودم عبدی. اما چم خودت هم میدانی. اگر من به راحت خواب میرفتم. خوابی به راحت رفتی و عبدی. الهی های پیشتر گفتت را یک بیاد بیار. الهی گفتم؟ در حبسخانه الهی میگفتی اما الیف رو گفتم نه عبدی. محمد را من نکشتم. فلاکت بود میگفتی. فلاکت بود و خیر. پویش لغ شد و بجری افتید. مراد را نمیگویم عبدی. محمد را میگویم. محمد دخترم. مراد گفتگیستن. تو محمد فهمیدی. محمد را یوسف کشته بود. نادانستنی دانسته کشته بود. ساکینه تو اینها رو از پسم بیار. من تانستم. آفرین عمر جان. آفرین. من تانستم. بله. اکا و دادر صحبت کرده ایستادن میبینم. و بچه هم با دستی خودم ملی میپختم. بچه جانم. یوسف. صبحتون بخیر سید بابا. انشاءالله بخیر است. ببخشید مرا دیروز از دوادوی بسیار نزدتون آمده نتوانستم. هیچ گپ نیست پسرم. نتیجه چکونی برآمد است. امروز میبراید سید بابا. انشاءالله. باید میدیدی عبدی. همه ایده در پیشمون سرخم و لرزان بودن. اما دستی من نبوسیدن.
میبوسند بچه میبوسند. و دیگرها درد شدگیز به فکرم کلان شوی دست تو رو هم میبوسند. دیگرها گفتگیت یک پنجه هم نیست. آنها را نیز دفترشان زودک محکم می شود. همین خیل نه خلیل؟ بله آچه بله. حساب و کتاب قرطایشان را میبینیم و باز چی گپ خلیل؟ مسئله کودک های خواجگی را دینه در محبس خانه گپ زدیم، اما که را یابند باز کمی گرن کردن میتوانند. همیشه بهانت هست. که مشتت را با میز زده آدمی کار بود کن میشوی نمیدونم. نزدیک است آچه نزدیک است. رفتنم لازم. عبدی تو باشی در رو دکان پکان نرو، کمی این سو آن سو بگرد با خدای. نتیجه هرچی برایت خوب است، مهم آن است که وظیفه سپاریده شده را تو خوب اجرا کنی. یوسف معلم آمده است. فاطمه اپا بخیر است؟ یگان خبر است از سلیمان؟ در این سحر نامی او را به یادم نیاد یوسف. این خیلی باشد چرا آمدید؟ شب که به جوگه در آمدم نه سلیمان نه خلیل یگان چیز به خیالم ناومد. یگان فکر کردگیم آن کاغذ را یافتم که خوانده نتوانستم. حس عاجز بودنم را حس کرد. خواندن و نوشتن را یاد گرفتن آمدید؟ در وقتش می خواندیم اگر شاید یگان توی اینها به سرمون نمی اومدن یوسف. بعد از این به چی کار می آید؟ آخر این قدر زمان این خیل در بین کودک های در صنف فرزندم تو را هم این خیل نگوید فاطمه اپا. من هم وقتی آمدنم وعده دادم کسی که خواندن و نوشتن میتواند با او یاری میدهم. با شما سر میکنیم میبینید که در آینده صنفی علاهیده میکشاید. اگر به دیهاتیان بیخط و سواد نمونه شوی تو ثوابی کلان میگیری فاطمه دخترم. آنها هم میفهمند که بیشتری مصیبتی به سرشان آمده اصلا از بیسوادی است. اگر این رو به سلیمان فهمانده میتوانستم؟ او هم هرچند دیر باشد خطایش را میفهمد. الیف هم دیروز به پلیس رفته است. یعنی که سلیمان به جای عبدی گناه را به گردن گرفتگیش آنقدر آسان نمیشود. من دادم رو بگم میگیرم تو گریز. این کارو کرده میتوانی جیما؟ تو پروا نکن. چه خیلی دیوانه کردن دادم رو میدونم اکنون. بس کنید. یک بار دیگر گریختنی شوی. برای خودت بارکشی پیر و ناترس را یاب شاکر. بین 3 روز قرضهایت را نسپاری خودت را برای در خواجگی کار نکردن تیار کن. ای آسیاب به نوبت است شاکر. در وقتش به عوض قرضها زنی فاضل را به تو دادیم. بعد باشد خودت قرضدار شدی. از دست یکم یک مرسدس و از دست دوم یک زنک. کافی نیست شاکر، کافی نیست. چیکار میکنید تا ابله در اینجا؟ به این دهاتی ها باور کرده قهوه خانه تنها گذاشتی؟ در الیف را قلف کن. فهمیدی؟ راست میگوی دادا. قهوه خانه را زن بیورا هم تنها نمیگذارن. همین خیلی نه؟ چی میگوی تو ابله؟ برای امین اپا هم شونه میزنید. همین خیلی نه؟ آن اکنون مردی از دستم. خدا ابله اینجا بیا. اینجا بیا میخشم. شوخی کردم دادا. اینجا بیا. اینجا بیا. اینجا بیا. کردم دادا. میزنم میخشمت.
میکشمت. دادا شوخی کردم دادا میزنم میکشمت. دادا التماس شوخی کردم دادا والله شوخی کردم دادا. چی خیل کنم چی کار کنم آیشه خولا؟ یک خودم چگونه فرزندم رو کلان میکنم؟ تمام بدنم رو هیجان میجیخد. یادگاری اکرمم رو فکر کنم اگر چی خیل کنم؟ چی خیل آیشه خولا؟ ضد نشو مینا. فرزند رو خدا میدهد، رزقش رو هم میدهد البته. امینه دخترم، با تو تا حاضر در این خصوص هیچ چیز نگفتم. میگویم که روی و دستی پدرت را یک ببوسی. چه میشود آیشه خولا؟ با اکرم گریختم مرا رد کردند. اکنون اکرم مرد، در شکم با کودک من آمدم، مرا قبول کنید میگویم. لازم شود میگویی امینه، فرزند هستی، اینقدر به آسانی پیش میکنی. با تو چی شد؟ دادا جان چی شد؟ چی شد؟ چیکار دادا؟ کمو خوب هستی؟ خوبم، خیلی خوبم. جان داده رکم. آخوش کن دادر جان رکم. ناز نشد. همش خوب میشود، همش نقد میشود. در کجایی؟ زینب در کجایی؟ زینب زینب. اوه اوه آه آه اوه اوه فاطمه با عقل شو. فاطمه اوف به هر کار بنیت رو نخلون. هرگز. اوه اوه اوه. بعد از این شما هم به فاطمه خالاتون یاری میرسونید مایلش؟ یوسف بین، اگر این خلگم میزنی برآمده میروم. چنگی این بور رو قپیدی الکه فاطمه اپا. اکنون با آسانی برگشته نمیتوانی. نه تنها به فاطمه خالاتون بلکه در اویلاتون چند کسی که خواندن و نوشتن رو نداند به آنها هم یاری میرسانید. فهمو؟ اما در نتیجه تشویقات معلوم می شود که مراد اکبشرو مرگش در نتیجه افتیدن نیو در نتیجه با سلاح پراندن است. خونروی های درونه در نتیجه افتیدن یگانتش سبب مردن نیست. در بدنش یگان زخم کرد هم دیدن نمی شود. فاطمه کشو در رو. فاطمه
بگشا در را. مرا میشنوی فاطمه؟ اگر پولها هم برای من پرتایی، تو را چنان در زیر پول بوغی میکنم که نفس گرفتن نمیتوانی. میشنوی مرا؟ یعنی در این حال سلیمان برمیگردد همینطور؟ الиф ки баёноташро диҳад, абдӣ аз он ҷо баромаданаш номумкин мешавад. сулаймон дар асл гунаҳгор набуданашу қараҷониҳо ӯро маҷбур карданашон ошкор мешавад. қумандон, аз Ешилпинар касе омадааст ки дар бораи марги Мурод нақл кунад. марҳамат. дилатон ором бошад, фотима апа. абдӣ? چی شد یوسف؟ خیالم مرا دیدن را انتظار نبودی. الиф